دو تا نکته خیلی مهم بهت میگم که همیشه و به راحتی محاسبات ریاضی رو به درستی انجام بده. تو این ویدیو محاسبات ساده ریاضی از جمله جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد صحیح رو با هم یاد میگیریم. من مسیح هستم و در کانال تخت سیاه ریاضی رو به شکل خیلی ساده آموزش میدم. پس بیا پای تخته تا ببینی چقدر آسون میشه ریاضی رو یاد گرفت. ممنون میشم تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. اولین قاعده اینه که ما همیشه جمع دو عدد رو در نظر میگیریم. به طور مثال A به علاوه B. حالا A یا B میتونن مثبت یا منفی باشن. مثلا 5 به علاوه 8 یا 2 منهای 6 که تبدیلش میکنیم به 2 به علاوه منهای 6. برای عملیات جمع دو حالت کلی وجود داره. حالت اول هر دو عدد هم علامت باشه، مثل 7 به علاوه 11. برای انجام این محاسبه ابتدا علامت عددها رو در نظر نمیگیریم. عددها رو با هم جمع میکنیم و در نهایت علامت جواب علامت هر یک از اون عددها میشه. تو همین مثال 7 و 11 رو با هم جمع میکنیم میشه 18 و چون دو تا عدد مثبتن علامت جواب مثبت. یه مثال دیگه منهای 4 منهای 2 که تبدیلش میکنیم به منهای 4 به علاوه منهای 2. هر دو عدد منفی هستن. 4 و 2 با هم جمع میشه 6. علامت جواب منفی. جواب نهایی منفی 6. حالت دوم این که دو عدد مختلف العلامت باشن. در این صورت بدون در نظر گرفتن علامت ها عدد بزرگتر و منهای عدد کوچکتر میکنیم. علامت جوابمون علامت عدد بزرگتر میشه. به طور مثال منهای 2 به علاوه 1 بدون در نظر گرفتن علامت 2 منهای 1 میشه 1. عدد بزرگتر 2. پس علامت جوابمون میشه منفی. پاسخ منهای 1. و یا 3 منهای 5 که تبدیلش میکنیم به 3 به علاوه منفی 5. دو عدد مختلف العلامت. علامت ها رو در نظر نمیگیریم. 5 منهای 3 2. علامت عدد بزرگتر که 5 هست منفی. بنابراین پاسخ منفی 2 میشه. خب اگر بیش از دو عدد داشته باشیم محاسبات رو به ترتیب دوتا برای عددا انجام میدیم. به طور مثال 3 منهای 4 به علاوه 2. ابتدا محاسبه رو برای دو عدد اول انجام میدیم. علامت ها رو تبدیل میکنیم. 3 به علاوه 4 هر دو هم علامت هستن. 3 به علاوه 4 7. علامت مثبت. به علاوه 2 رو هم مینویسیم. مجددا هر دو عدد هم علامت هستن. با هم جمع میکنیم. 7 و 2 9. علامت مثبت. برای ضرب و تقسیم این جدول رو در نظر میگیریم. به این معنی که عدد مثبت ضرب در عدد مثبت حاصلش میشه مثبت. مثبت در منفی منفی. منفی در مثبت منفی و منفی در منفی مثبت. برای ضرب و تقسیم در 2 مرحله عملیات رو انجام بدیم. ابتدا ضرب یا تقسیم اعدادمون رو انجام میدیم بدون در نظر گرفتن علامت و در نهایت با استفاده از جدولی که توضیح دادم علامت پاسخ رو به دست میاریم. با یه مثال توضیح میدم. منهای 4 ضرب در منهای 8 بدون در نظر گرفتن علامت ها 4 ضرب در 8 32 و برای علامتش منفی در منفی میشه مثبت. پاسخ مثبت 32. یه مثال دیگه 3 ضرب در منهای 5 بدون در نظر گرفتن علامت ها 3 5 تا 15 تا منفی در مثبت منفی. جواب منفی 15. یه مثال دیگه منفی 12 تقسیم بر مثبت 2 بدون در نظر گرفتن علامت ها 12 تقسیم بر 2 6 منفی در مثبت منفی. پاسخ منفی 6. حالا اگر چند تا عدد تو هم ضرب و تقسیم شده باشن باز به همین ترتیب دوتا محاسبات رو انجام میدیم تا آخر. این مثال منفی 2 ضرب در منفی 4 بدون در نظر گرفتن علامت ها 2 4 تا 8 تا منفی در منفی مثبت تقسیم بر مثبت 8 باز بدون در نظر گرفتن علامت ها 8 تقسیم بر 8 1 مثبت در مثبت مثبت. پاسخ مثبت 1. ممنون که تا انتها با من همراه بودید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید. همینطور برای آموزش‌های بیشتر به کانال تخت سیاه سر بزنید. موفق و پیروز باشید.